تازه میخانه و می نامونشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. چشمم آن دم که ز شوق تو نهم سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. بخت حافظ گر از این دست مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. گفتند فارسی شکر است، مگو شکر حکایت مختصر کن. فارسی خوزستان یا شکرستان سخن بوده است. شیرین سخنان پیشین از شاخ نبات نگین شهد فارسی میچکاندند، شعر تر شیرین میفشاندند. به لطف سخن شکرین فارس و بغداد و چین، روم و مصر و ماچین میستاندند. شیخ اجل سعدی شیرازی که باغ طبعش همه مرغان شکر گفتارند، و قصب الجیب حدیثش را چون شکر میخورند، میفرمود من دیگر شعر نخواهم بنویسم که مگر زحمتم میدهد از بس که سخن شیرینم. یعنی سخن فارسی شکر است و شیرینم. سخن قند فارسی بوده است، آن قندی که روزگاری به بنگاله میرفت و همه طوطیان هند را شکر شکن میکرد. آن قندی که ترکان سمرقندی را نیشکری یا شکری که سیه چشمان کشمیری را به شور و نشاط و شعف وامی داشت. آیا فارسی هنوز شکر است؟ فارسی را گوهر نیز خوانده‌اند، یاقوت خوشاب، مروارید ناب، زر سرخ نایاب. آیا فارسی هنوز قیمتی در لفظ دری هست؟ فارسی نجیب و نژاده، زبان ایرانیان آزاده و به گواه تحقیقات تاریخی و زبانی از سلاله خاندانی که همواره تجلیگاه اندیشه های ارزنده بالا و ابزار ارتباط در تمدن‌های درخشنده اعلا بودند. نیاکان ما تا از رخ آن اندیشه های ارزنده نقاب بردارند و نوعروس طبع را به دیور سخن بیارایند، سر زلف فارسی را به قلم شانه می‌زدند. غزل معرفت چنان می‌گفتند که غزل سرایی ناهید ناتوان می‌شد. در سخن چنان می‌سفتند که درر ماهیان نثاران می‌شد. از عصر سخن صبا لخلخه سای و عنبرافشان می‌شد. در آن مقام که قدسیان در عرش سخن فارسی را از بر می‌کنند، آنجا که دیگران فارسی را از آن خود می‌دانند، وقتی مشام جان را از آن معطر می‌کنند، البته خود ما بیشتر به فارسی می‌نازیم. ولی فخر و نازش به فرهنگ و زبان سلف تنها برازنده فرزندان خلف است. آیا ما فرزندان خلف هستیم؟ موضوع این گفتار در طول تاریخ فرهنگ و تمدن ما بارها تکرار شده و این بار نیز سخن روز است. امروز همه از تهاجم فرهنگی سخن می‌گویند. فرهنگ ما باز در معارضه با فرهنگ بیگانه و در معرض خطر است. فارسی نیز به عنوان یکی از مهمترین مظاهر فرهنگ
و قومی ما و نیز به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی خود در مقابله با تهاجمی دیگر است. البته کاربرد کلمه تهاجم در بافتی نظیر تهاجم زبانی خود جای بحث دارد و گفتار کوتاه ما جایی برای آن بحث ندارد. من ترکیب تهاجم زبانی را فقط به سیاق اصطلاح تهاجم فرهنگی به کار میبرم و میخواهم برای کاربرد این ترکیب صلح کنیم و آن را به عنوان اصطلاح بپذیریم و به آن بپردازیم. و اما به صدا درآوردن زنگ تهاجم زبانی غرب و هشدار به فرهنگستان زبان که فارسی در خطر است، کشاندن فارسی به محکمه پزشکان به عنوان بیمار مبتلا به سرطان و هشدار به فرهنگستان پزشکی ایران که فارسی بیمار محتضر است. گله از رسانه‌های همگانی، رادیو، تلویزیون و مطبوعات ایران که فارسی با منزلت و معتبر است. به حکم وظیفه ملی و فرهنگی مباحثه، مشاجره، مجادله با این و آن و فریاد برآوردن که فارسی این مایه ارجمندی، سربلندی و برومندی ما در طول تاریخ تمدن ایرانیمان در معرض هجومی دیگر است. لیکن به قول حافظ روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. وانگهی وقتی با یک انگشت دیگران را مخاطب قرار می‌دهیم، سه انگشت دیگر به سوی خود ما 3 بار بیشتر مورد خطاب و عتاب قرار می‌گیریم. خود ما دانشگاهیان، معلمان، نویسندگان، مترجمان، ادیبان، زبانشناسان، متخصصان و مهندسان، همچنین دانشجویان که آیینه جوانی ما هستند و میراث پدران به امان به آنان سپرده می شود. بنابراین به عنوان طبیبان، تیمارداران و خدمتگزاران فارسی این بار خودمان را مخاطب قرار می‌دهیم، خاصه آنکه امروز دستاندرکاران و مسئولان با ما همزبان و از درد گریبانگیر این زبان نگران و در فکر درمانند. دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند. بنابراین سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند. باری اگر جامعه‌ای فرهنگ و به تبع آن زبان خود را به جامعه دیگر تحمیل کند، تهاجم فرهنگی و زبانی صورت گرفته است. تهاجم زبانی از عواقب وخیم تهاجم فرهنگی و گریبانگیر جوامعی می شود که هویت فرهنگی خود را از یاد برده باشند و حیثیت قومی خود را برباد داده باشند. خوشبختانه ما هنوز با چنین تحمیل و تهاجمی روبرو نیستیم. ما با مشکل هجوم واژه‌های خارجی مواجهیم و باید مشکل تهاجم واژگانی را که قابل حل است با برنامه‌ریزی صحیح، علمی و دقیق حل کنیم. به نظر من هجوم واژه‌های بیگانه به هر جامعه زائیده عوامل بیرونی و عوامل درونی آن جامعه است.